طبیعت از دیگر اصول ذهن هستند که گربه به خرگوش توصیه می‌کند. پس از مکالمه گربه و خرگوش که بر اصول فلسفه ذهن استوار است، وقت آن می‌رسد که گربه سفرش را ادامه دهد. او در مسیر به ترتیب با کلاغی طماع، توله گرگی گیج، میمونی مضطرب، لاک‌پشتی ناامید، ببری خشمگین و در نهایت بچه گربه‌ای کنجکاو روبرو می‌شود. گربه با تعریف کردن داستان‌های کهن ذهن نه تنها به حیوانات بلکه به خودش نیز کمک می‌کند. چرا که تمام زندگی‌ها به هم متصلند و وقتی ما به دیگران سود می‌رسانیم حتما خودمان هم سود می‌بریم. برای گربه راحت است که این موجودات را نصیحت کند، اما به کار بردن آن پندها برای خودش چندان آسان نیست و هرچه به پایان داستان نزدیک می‌شویم حتی کم کم آزرده هم می‌شود. همان وقتی که بچه گربه را مانعی در مسیر روشنگری خود می‌بیند، اما بنا به گفته قدیمی مانع همان مسیر است.